سلام. اگه قسمت قبل رو گوش کردی و بازم برگشتی سراغ این یکی، یعنی یه چیزی تو وجودت بیدار شده. من ورومنتو اما این قسمت از دوپامین فرق داره. این قسمت درباره حقیقت تلخیه که سالهاست ازت مخفی شده و اون اینه: ماتریکس واقعیه. یک سیستم واقعی، فعال و هوشمند که سالهاست با ذهن تو بازی میکنه و تو فکر میکنی آزادی، در حالی که داری طبق برنامه اونا زندگی میکنی. اگه جرأت شنیدنشو داری، بزن بریم. اونا نمیخوان تو بفهمی. اونا میخوان تو از صبح تا شب سرگرم باشی، با سریال، با بازی، با شایعه، با استوری. میخوان تو تردید بمونی، هی بپرسی نکنه من زیادی فکر میکنم، نکنه همه چیز واقعی و فقط من اشتباه میکنم. ولی نه، تو بیداری، بقیه خوابن. سیستم بهت یاد داده فقط برو مدرسه، بعد دانشگاه، بعد یه شغل بگیر، ازدواج کن، قسط بده و بمیر. بهت یاد داده هر وقت سوال پرسیدی ساکتت کنن. بهت گفتن آزادی، ولی همه چیزت دست اوناست. فکرت، مصرفت، حتی رویاهات. چطوری ذهنتو کنترل کردن؟ با آموزش، با رسانه، با ترس، با نمره دادن، با تحقیر کردن هر کسی که خلاف مسیر رفت، با ستایش کردن آدمایی که رام سیستم شدن. بهت گفتن اگه زیاد فکر کنی افسرده میشی، اگه سوالای عجیب بپرسی دیوونه ای، اگه راهتو خودت بری میسوزی. و تو کم کم یاد گرفتی خاموش شی. یاد گرفتی به جای اینکه فکر کنی اطاعت کنی. اونا میخوان تو هیچ وقت به آزادی نرسی. نه آزادی ذهنی، نه آزادی مالی، نه آزادی زمانی، نه آزادی در انتخاب. چون آدم آزاد غیر قابل کنترله و تو باید قابل کنترل باشی. باید تو صف بمونی، باید ساکت باشی، باید مصرف کنی، باید فقط زنده بمونی، نه اینکه زندگی کنی. از ماتریکس در بیای دیگه مثل قبل نمیتونی ببینی دنیا رو. اگه یه بار واقعیت رو ببینی دیگه نمیتونی خودتو گول بزنی. دیگه نمیتونی پست مسخره اینستاگرام رو جدی بگیری. دیگه نمیتونی نگران قسط باشی وقتی میفهمی کل سیستم طوری طراحی شده که تو همیشه بدهکار بمونی. از صبح تا شب کار میکنی، تهش چی نمیمونه. دنبال مدرکی که بهت کاری بدن که ازش متنفر باشی و همه دارن تشویقت میکنن که ادامه بدی، چون خودشونم گیرن. پس چیکار باید کرد؟ اول بفهمی دروغ گفتن. بهت گفتن موفقیت یعنی پول زیاد و تایید بقیه، ولی موفقیت یعنی ساختن دنیای خودت بدون نیاز به تایید. دوم، اطلاعات درست بخون، نه خوراک سیستم. دنبال آدمایی برو که بیدار شدن. دنبال چیزایی برو که رشدت میده، نه سرگرمت میکنه. سوم، شروع کن به ساختن. بیزنست، ذهنیتت، بدنت، درآمدت، همه چیزت رو بساز تا بشی کسی که ماتریکس نمیتونه کنترلش کنه. چهارم، دیگه هیچ وقت چشم بسته زندگی نکن. هر سوالی برات پیش اومد جواب بخواه. هر چیزی برات عجیبه بررسیش کن و هر جا بقیه خندیدن بدون اونجا مسیر درست شروع میشه. رفیق، اگه هنوز فکر میکنی سیستم به فکر توه، هنوز خوابی. اگه حس میکنی یه چیزی اشتباهه ولی بقیه میگن بی خیال، سخت نگیر، بدون که تو داری بیدار میشی. و این پادکست، این صدایی که الان تو گوشته، قراره یه راه باشه به سمت نور، ولی تو باید بری. من فقط میتونم راهو نشونت بدم، بقیهش با توه.